بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما عزیزان هستیم در قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت و موضوع برنامه همونطوری که میدونید بررسی کتاب حجت است. در کافی، یکی از صحیح ترین کتاب های شیعیان، یکی از معتبرترین منابع حدیثیشون که اگر کافی نمی بود چیزی به اسم شیعه اثناعشری وجود نداشت. در هفته‌ای که گذشت طبق معمول همه ابوابی که تا حالا مورد بررسی قرار گرفته، تناقض‌ها، تضادها با قرآن کریم، با عقل، با منطق و با دین مبین اسلام رو که در روایت‌های این باب وجود داره رو خدمت شما عزیزان بیان کردیم. به طور مثال قضیه اهل ذکر که در قرآن کریم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر رو به اصطلاح تفسیر کرده بودن که ائمه اهل بیت علیهم السلام هستن. و در این هفته عنوان برنامه خیلی جالب و شاید کمی خنده‌دار باشه برای شما عزیزان که دو تا چهار تا و کتاب حجت هست که حضرت مولانا انشاءالله بیشتر در موردش توضیح میدن که چرا این عنوان رو ایشون لحظات قبل از برنامه عنوان برنامه رو انتخاب کردن. در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم و شما عزیزان در طول این برنامه های حجت با طرح ایشون در این برنامه و بررسی روایت های شیعه، خاصا روایت هایی که در کتاب حجت اومده در الکافی، آشنا هستیم که عالمانه و با تحقیق در مورد تک تک روایت ها صحبت کردن و الحمدلله تا امروز هیچ کس از علمای شیعه، از آیات اعظام حجج اسلام، از این 200 مفتخوری که تو شبکه ولایت به عنوان کارشناس و مرجع و استاد و دکتر و غیره وجود دارن، جرئت نکردن که اعتراض بکنن به یکی از موضوعات این برنامه و یا جواب یکی از سوالاتی رو که در طول این مدت ما مطرح کردیم در این برنامه بدن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی آنچه که در این برنامه مطرح میشه رو سبب هدایت برای کسانی بگردانه که در پی حق و حقیقت هستند و از جمله اون بندگانی هستند که الله سبحانه و تعالی در موردشون فرموده که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد به اون بندگانی که سخنها را میشنون و از بهترینش پیروی میکنن. ما در این برنامه عقل شما، منطق شما و علم و دانش رو که الله سبحانه و تعالی به شما عطا کرده رو مخاطب قرار میدیم که کورکورانه از این آخوندهای رافضی و زندیق و دین فروش پیروی نکنید. فردا روز قیامت اینا به درد شما نمیخورن و شما در گرو اعمال خود خواهید بود. الله سبحانه و تعالی بهتون عقل داده، منطق داده که راه حق و حقیقت، راه درست رو پیروی کنید. جناب مولانا خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین و صلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بنده هم در آغاز این برنامه خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما در مورد موضوع برنامه فرمودید که کتاب حجت دو تا چهار تا، روشی که ما تا حالا دنبال کردیم در بررسی کتاب الحجت، بینندگان عزیز کاملا مستحضر هستند که ما تک تک این ابواب را و تک تک روایتش رو، ابوابی رو که انتخاب کرده بودیم مورد بحث و بررسی قرار دادیم، اهم از روایات صحیح و حسن و ضعیف و موثق و تمام گونه های روایاتی که وجود داشت و الحمدلله تا کنون 10 باب را و 100 روایت را در واقع از این کتاب ما یعنی تک به تک بررسی کردیم و ماهیت سندی و محتوایی این روایات را خدمت بینندگان عزیز با توجه به منابع خودش ما خدمت شما بیان کردیم. و این برنامه حجت بی حجت تقریبا حدود 2.5 سال هست که ادامه دارد. دقیقا از ماه ربیع الثانی 1435 در واقع آغاز شده و اکنون هم که ماه دهم 1437 هستیم، یعنی تقریبا حدود 2.5 سال هست که برنامه ادامه داره
و در این مدت ما یعنی موارد بسیار مهمی را یا به تعبیری دیگر مهمترین ابواب کتاب حجت اصول کافی را خدمت بینندگان عزیز بررسی کردیم و خصوصا کتاب‌هایی که و ابوابی که دلالت بر امامت دارند، دلایل امامت ائمه اثنا عشر را ذکر کرده بود. ما دقیقاً این روایات را خدمت شما بررسی کردیم و صحت و سقم این روایات را، مستند بودن یا غیر مستند بودن این روایات را ما خدمت شما عزیزان بیان کردیم. و در جلسه امروز انشاءالله و در چند جلسه آینده میخوایم که حساب 2 تا 4 تا یعنی از روی آمار و ارقام و به صورت کلی تمام کتاب الحجت رو انشاءالله در ظرف 2-3 هفته دیگه به صورت کلی بررسی بکنیم و این باب را در واقع ببندیم. و در جلسه امروز ما تقریبا حدود 50 باب رو بررسی میکنیم در یک جلسه، حدود 50 باب، دقیقاً 46 باب رو انشالله با بینندگان عزیز اگر فرصت شد مرور خواهیم کرد و واقعیت و ثقل این ابواب رو برای بینندگان عزیز انشالله ما باز خواهیم گفت. کتاب الحجت همان گونه که میدانید یکی از مهمترین بخش‌های کتاب اصول کافی هست. خود کتاب کافی یکی از مهمترین کتاب‌های شیعه هست، بلکه اولین و مهمترین کتابشون، نه تنها یکی از مهمترین بلکه نخستین کتاب مذهب شیعه کتاب کافی هست. و از کتاب کافی مهمترین بخشش اصول کافی هست که مسائل اعتقادی و اصول دین شیعه را مورد بررسی قرار داده. و از میان کتاب اصول کافی مهمترین بخشش کتاب الحجه هست که مربوط به بخش امامت و لوازم امامت و صفات ائمه شیعه و دلایل امامت در واقع هست. و این کتاب الحجت یکی از بزرگترین کتبی هست که و بزرگترین بخشهایی هست که در کتاب اصول کافی هست. و این کتاب تقریبا 2/3 جلد اول کتاب اصول کافی رو در بر گرفته. دوستان اگر نمایش بدن این کتاب رو بارها دیدن، این کتاب رو در طول این برنامه ها. و کتاب الحجت از اینجا شروع میشه، جلد 1 صفحه 168 هست، جلد اول کتاب اصول کافی و صفحه 168 هست کتاب الحجه و اولین بابش باب الاضطرار الی الحجه هست. از صفحه 168 این کتاب تا صفحه 548 این کتاب بخش کتاب الحجه هست، تا صفحه 548 هست. و در اینجا هم آخر میگه که کمل الجزء الثانی من کتاب الحجه من کتاب الکافی و یتلوه کتاب الایمان و الکفر. جلد بعدیش با کتاب الایمان و الکفر شروع میشه، یعنی چیزی تقریبا حدود 380 صفحه هست، چیزی حدود 380 صفحه. و کتاب الحجه یعنی شامل 130 باب هست، شامل 130 باب. الان بعضی گفتن 131 باب یا 129 باب با توجه به چاپ‌های مختلفی که کتاب اصول کافی دارد، میانش همون 130 باب هست. 130 باب و تقریبا حدود 380 صفحه هست. و کل روایاتی رو که در این کتاب یعنی در کتاب الحجه مورد بررسی قرار گرفته 1015 روایت هست، 1015 روایت. البته برخی از علمای شیعه کمتر از این گفتند، کمتر از 1000 گفتند که تعداد روایتش هست. و چاپ دیگری رو که ما از کتاب اصول کافی داشتیم من تقریبا شمردم بیشتر از 1015 بود، تقریبا 1022 روایت. منتها اون چیزی که در این کتاب و خودشون آمار دادن و در واقع ثبت کردن 1015 روایت. از دوستان اگر نمایش بدن این قسمت رو در آخر کتاب الحجت در فهرستش در هر بابی روایات اون باب رو آورده، هر بابی رو که ذکر کرده تعداد روایات رو آورده و در آخر مجموع این روایات رو که 1015 روایت هست اینو در آخر نوشته. یعنی کتاب حجت اصول کافی در جلد اول اصول کافی 130 باب هست و مجموع این 130 باب 115 روایت در واقع دارد. این آمار کلی هست در این روایت. از مجموع این روایت شما تخمین میزنید که چند روایتش صحیح باشه؟ 1015 روایت. والا با این وضعیتی که کتاب کافی داره و صحیح ترین کتاب شده حداقل باید نصفش صحیح باشه. متاسفانه نه نصفش و نه یعنی حدود این نصف نیست.
تمام روایاتی که در این ابواب 130 گانه کتاب اصول کافی مورد بررسی قرار گرفته، نظری که در اینجا آقای مجلسی داده من عرض میکنم و نظر بنده نیست. از نظر بنده هیچ کدام از این روایات مطلقاً صحیح نیست. در کل کتاب اصول کافی و فروع کافی حتی یک روایت صحیح و سند حتی با شرایط خودش یه وجود نداره که ما بتونیم تطبیق بکنیم که فلان سند از دیدگاه شیعه و با تعبیری که شیعه از حدیث صحیح دارد این روایت صحیح باشد. چون این روایتی رو تاکنون من در این کتاب مشاهده نکردم و تعداد روایاتی که در این کتاب هست و صحیح هست تقریبا حدود 230 روایت هست. حدود 230 روایت. اینم با ارفاقی که بنده کردم. من خیلی ارفاق کردم به آقای کلینی و آقای مجلسی و حساب کردم روایتی رو که هستن تقریبا چیزی حدود 230 روایت. حالا شاید یکی دو روایت بیشتر باشند یا یکی دو روایت در واقع کمتر باشند. با ارفاقی که انجام شده حدود 230 روایت از کل کمتر از یک چهارم تقریبا حدود 1/5 کتاب هست. تقریبا از کل 1015 روایت 1022 روایت وقتی حساب بکنیم 230 روایت یعنی حدود 1/5 کتاب در واقع صحیح هست. اونم صحیح نه این که ما قبول داریم که صحیح باشه، بنابر اعتقاد و بنابر تحقیق آقای مجلسی و نظر آقای مجلسی که ما بارها نشون دادیم که نظر ایشان مبتنی بر قواعد و اصول حدیثی شیعه نیست. احیانا در باری اومده که یعنی از روی احساسات خودش، عواطف خودش و شرمش اومده که مثلا بگه تمام روایات یک بابی مثلا صحیح هستند، الفاظی را آورده که مثلا ضعیف علی المشهور صحیح عندی معتبر عندی. اما با تمام این وجود من ارفاقی رو که انجام دادم عرض کردم که 230 روایت در مجموع این روایات می شود که اینها رو جز روایات صحیح بنابر نظر غیر وجیه آقای مجلسی رو قبول کرد. البته در اینجا میشه یک چیز دیگر رو ثابت کرد از این چون بنابر این ارفاقی که شما کردید یعنی خمس روایت ها تقریبا صحیح است نه؟ تقریبا. پس میشه اینجا خمس ثابت کرد حداقل اگر امامت ثابت نشه. بله خمس رو قبول بکنن اشکالی نداره. خمس رو قبول بکنن و کل کتاب اصول کافی رو خمسش رو بگیرند باقی ماندهش رو کنار بگذارند کار بسیار خوبی هست. حداقل اگر شیعه بر اساس نظر آقای مجلسی هم عمل می‌کردند، آقایون افتخار می‌کنند که علمای ما اومدند کتابای ما رو تحقیق کردند، صحیح و ضعیفش رو جدا کردند. بله تا کتاب اصول کافی شما را و کتاب الحجت رو 1/5 رو آقای مجلسی گفته که صحیح هست. باقی مانده البته وقتی من میگم صحیح است فقط مصطلح صحیح هست، یعنی روایات موثق رو من در این حساب نیاوردم و همچنین روایاتی رو که حسن هستند اونا رو حساب نکردم. اونا رو انشالله در جلسه بعدی خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. این 230 روایتی که من عرض میکنم صرفاً روایاتی هست که آقای مجلسی گفته صحیح هست به اضافه ارفاقی که بنده کردم و در این ارفاقی که بنده کردم به آقای کلینی و آقای مجلسی تقریباً 50 روایت اضافه شده بر آمارشون. یعنی اگر این ارفاق رو کم بکنیم تقریبا حدود 180 روایت 185 روایت در واقع بنابر قول آقای مجلسی صحیح هستن و باقی مانده در صحیح نیستن. ارفاق یک خیلی میبخشید چرا بیشتر ما استناد میکنیم به مرآت العقول مجلسی در مورد کافی؟ چون که کتاب اصول کافی همون گونه که عرض کردم مهمترین کتاب مذهب شیعه هست و قدیمی ترین کتاب مذهب شیعه هست و در عین حالش کتاب الحجه اصول کافی یکی از قدیمی ترین کتاب هایی هست که در بخش اعتقادی شیعه دارند. درست. غیر از کتاب‌های صدوق و بقیه کتاب‌هایی که هستن، بگذاریم از اونها که اسمشون کتاب عقیده هست یا کتاب الاعتقادات هست، اما خود کتابی که عقاید شیعه را با توجه به روایات شیعه اومده و ترتیب داده و دلایل اعتقادی شیعه رو در یک کتاب جمع کرده، اولین کتاب و موثق‌ترین کتاب که صحیح‌ترین کتاب نزد شیعه هست این کتاب اصول کافی هست و بخش کتاب الحجت هست و یکی از مهمترین افرادی که اومدن و کتاب اصول کافی رو به صورت کلی تمام کتاب کافی رو و من جمله بخش اصولش رو بررسی کردن علامه مولا باقر مجلسی هست که آقایون قبول دارند و یکی از نظریه پردازان بزرگ مذهب شیعه هست و احیاگر و مجدد مذهب شیعه در واقع شمرده میشه و یکی از مهمترین شروحی که بر کتاب کافی نوشته شده کتاب مرآت العقول هست.
ایشون اضافه بر این که بر این کتاب شرحی نوشتن، توضیحاتی رو دادن، اومدن در ذیل هر روایتی نوشتند که این روایت صحیح هست یا اینکه ضعیف هست. یعنی هم حکمی رو صادر کردن بر روایات این کتاب و همین که روایات این کتاب رو شرح دادن. و آقای مدرسی هم ناگفته پیش همه علمای شیعه و معاصرین شیعه یکی از بزرگترین علماشون در واقع محسوب میشه و عالم معتبری هست. غیر از ایشون افراد دیگری هم اومدن چون این کار رو انجام دادن، صرفا ایشون نبوده که این کار رو انجام دادن، منتها این در واقع شخصیتی هست که تمام علمای شیعه ایشون رو در واقع قبول دارن. آقای غفاری هم اومده این کار رو انجام داده، حاجی اکبر غفاری، که این کتاب رو تحقیق کرده در واقع و در پایین این تحقیقاتش هم یک مطالبی رو خودش اضافه کرده در پاورقیا نوشته. و آقای باقر بهبودی اومده این کتاب رو، همین کاری رو که آقای مدرسی انجام داده و بعد از هر روایتی حکمش رو بیان کرده، باقر بهبودی هم اومده این کار رو انجام داده. منتها یعنی کاری که باقر بهبودی انجام داده میشه در کل میشه گفت که تقریبا به یک نتیجه رسیدن، اما احیانا میبینیم که با همدیگر اختلاف نظر دارند. یک روایتی رو آقای مدرسی میگه که صحیحه، آقای بهبودی میگه که ضعیفه. روایتی رو آقای بهبودی میگه ضعیفه، مدرسی میگه که صحیح است. اما به هر صورت در این میان، چون که آقای مدرسی یکی از علمای بزرگ مذهب شیعه هست، من تا حالا در این جلساتی که گذشته نظر آقای بهبودی رو در هیچ جلسه بیان نکردم، مگر اینکه خیلی استثنا و نادر باشه، شاید یعنی ازش رد شده باشم و ذکرش کرده باشم، اما سعی کردم بر این که نظر آقای مدرسی رو بیان بکنم که نزد شیعه در واقع ارجحیت و ثقلی داره و یکی از بزرگترین علمای متأخرین مذهب شیعه هست. و کتاب بهارالانوارش هم که دیگه بهاری هست به قول آقایون، و از این کتاب بزرگتری که بحر باشه و دریا باشه و همه چیز توش پیدا بشه واقعا که نیست. دایره الخرافات شیعه. بله، دایره الخرافات، یا به قول آقای آیت الله برقعی مروج خرافات آقای مولا باقر مدرسی. خب این تقریبا آمار کلی بود که در مورد کتاب حجت اصول کافی. اما یک توضیح بدم در مورد ارفاقی که بنده کردم نسبت به روایاتی که در این کتاب اومده. در این کتاب میدونیم که آقای مدرسی یک اصطلاحات منحصر به فردی رو داره که در این کتاب اینها رو ذکر کرده که در کتب حدیثی شیعه یا در کتبی که اصطلاحات حدیثی رو بیان کردن سراغ از این روایات ما نمیبینیم، از این اصطلاحاتی که داره. اصطلاحات ضعیف رو میشه پیدا کرد، موثق رو یا قوی رو که در واقع یک چیز هستن میشه اینا رو پیدا کرد. میشود که تعریف صحیح رو، تعریف حسن رو، اینا رو میشه پیدا کرد. اما اصطلاحاتی رو اینا رو آورده مانند مجهول کالصحیح، مرسل کالصحیح و بقیه مواردی که هستن، اینها من البته تحقیق رو نکردم، اولین باری که اینا رو دیدم در کتاب اصول، در کتاب مرآت العقول دیدم و فکر نمی کنم کسی دیگر قبل از مجلسی این اصطلاحات رو تعریف کرده باشه یا اینکه معتقد به این اصطلاحات در واقع باشه. آقای مجلسی تقریبا در حدود 44 روایت چنین اصطلاحاتی رو دارن. حدود 44 روایت هستن که چنین اصطلاحاتی رو ایشون ذکر کردن. به طور مثال مجهول کالصحیح، مجهول کالصحیح، مجهول یعنی حدیثی که شناخته شده نیست، یعنی کسی نمیشناسه که راویش کی هست، عادل هست، غیر عادل هست، شیعه هست، شیعه نیست، کی هست یا کی نیست، اصلا وجود خارجی داشته یا نداشته، مجهول هست، به هر صورت ناشناخته هست. آقای مجلسی اومده بسیاری از روایات را که مجهولند اینو گفته مجهول کالصحیح. و در کتاب الحجت تا جایی که من شمردم حدود 8 روایت این گونه هستند. 8 روایت در کتاب الحجه این گونه هستند که مجهولند، اما آقای مجلسی گفته که کالصحیح، مجهول هست منتها در حد صحیح اونو قبول داره. مرسل کالصحیح، مرسل یعنی که یک کسی حرفی زده که من شنیدم که بعضی این گونه گفتند یا یک مرد این گونه گفته، اون مرد رو یا اون بعضو اسمش رو نگذاشتن. مرسل 2 مورد این گونه هست در این کتاب، در بخش کتاب حجت. مرسل کالصحیح 2 مورد داریم. موثق کالصحیح، موثق در حد صحیح. موثق اون روایتی هست که راویش شیعه اثناعشری نباشه و نه میتونه که حسن باشه و نمیتواند که صحیح باشد، اما باز هم آقای مجلسی گفته که موثق کالصحیح، اینو در حد صحیح قبول کرده و 7 روایت هستند این مورد.
و حسن کالصحیح که این دو اصطلاح با هم دیگر تفاوت دارن. حسن اون روایتی هست که در واقع راوی شیعه ممدوح باشه، اما صحیح اون روایتی هست که راوی شیعه عادل امامی باشه که با هم دیگر متفاوت هستند. اما باز هم آقای مجلسی گفته که حسن کالصحیح 11 مورد این گونه داریم در کتاب الحجه و جز این روایات 230 روایتی که بنده عرض کردم، و مواردی هست که ایشون صرفا میگه کالصحیح، یعنی هیچ چیزی رو قبلا نگفته که موثق یا مرسل یا مجهول، فقط گفته کالصحیح. الان چی هست کالصحیح؟ والله اعلم. 2 مورد این گونه من پیدا کردم در این کتاب، صرفا گفته بود کالصحیح، مثل صحیح هست، در حد صحیح هست. الان اصل حکمش چی هست معلوم نیست. غیر از این روایاتی هست که مختلف فیه هستند. آقای مجلسی میگه که صحیح عندی، یا در موارد بسیاری میگه که ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور ضعیف هست، اما صحیح عندی که مجموعاً 14 روایت این گونه هستند در این مجموعه 230 روایتی که بنده عرض کردم، یعنی تقریبا حدود 44 روایت از این قبیل روایات هستند. تمام روایاتی رو که آقای مجلسی گفته صحیح یا کالصحیح، من اینا رو جز روایت صحیح حساب کردم. روایات صحیح یا کالصحیح رو که مجهول کالصحیح باشه، مرسل کالصحیح باشه، موثق کالصحیح، حسن کالصحیح، یا صحیح عندی، ضعیف علی المشهور، ضعیف علی المشهور و صحیح عندی، این تمام این موارد رو من جز روایات صحیح در واقع اینا رو من حساب کردم و مجموع روایت شده 230 روایت. اگر این مقدار رو حسب بکنیم دقیقاً میشه 186 روایت میشوند روایت صحیحی که در مجموع 1015 روایت در واقع در این کتاب حجت و در 130 باب این کتاب در واقع می شود که اونها رو یعنی قبول کرد بنابر دیدگاه آقای مجلسی 186 روایت و بنابر این ارفاقی که بکنیم 230 روایت کل این روایت در واقع هستند. جزاکم الله خیر. واقعا مقدمه جالبی بود که خلاصه ای از روش آقای کلینی و مجلسی در اینجا بیان شده. ما تقریبا همونطوری که جناب استاد فرمودن حدود 50 باب رو انشاءالله در برنامه امشب بررسی خواهیم کرد. میان برنامه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان با بررسی این. الله اکبر. لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی عبدالله. الله اکبر. آیت الله چرتکه از 700 تا 800 855 خب عیب نداره. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 بابا عجب سوالی. از 1000 تا 1100 1330 باریکلا چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100 یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سوالتون رو بشکافین؟ حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 خورد 50 1555 آفرین مسلطی به اعداد من خوشم اومد. سن شما به نظرم به 50 رسیده و سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا، به مغزش فشار اومده. ایشون الان قبلا از این حرفا زده بود. چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح
اولین چرت که توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح، ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کردند. در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه‌هایی از چرتکه خودنمایی می‌کنند. بله بینندگان عزیز گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم و حجت بی حجت و بررسی ابوابی که در کتاب حجت الکافی وجود داره و جناب استاد 50 تا باب و حدود 50 دقیقه در خدمت شما هستم. من قبلا توضیح بدم که بنده تمام روایات صحیحی رو که در کتاب اصول کافی اومده تک به تک بررسی کردم، یعنی اقوال آقای مجلسی رو تطبیق دادم بر روی اصل کتاب و روایاتی رو که آقای مجلسی گفته بود صحیح هستن یا مجهول کس صحیح هستن، موثق کس صحیح و حسن کس صحیح، تمام اینها رو در این کتاب من علامت گذاری کردم و نهایتا این تعدادی رو که عرض کردم، ارقامی رو که دادم استخراج شد. دوستان اگر نمایش بدن این کتاب رو، روایاتی رو که صحیح هستن در این کتاب من با رنگ سبز اینا رو مشخص کردم. به طور مثال در این باب روایت 8 مثلا یا روایت 11 که رنگ سبز داره، روایت 7 مثلا حسن کالصحیح، اینو به عنوان روایت صحیح من قبول کردم. قول آقای مجلسی را روایت 8، روایت 12 مثلا که میگه مجهولون، بعدش میگه که بل صحیحون، بازم اینو در واقع ارفاق کردم، قبول کردم و تمام روایتی رو که در این کتاب هستن به این صورت من اینها رو مشخص کردم و نهایتا عرض کردم که حدود 230 روایت با ارفاقی که انجام شده آقای مجلسی روایات کتاب اصول کافی رو در واقع گفته که صحیح هستند و باقی مانده این روایات یعنی بنابر تعریفی که شیعه از روایات صحیح دارند نمیتوانند جزء روایات صحیح قرار بگیرند و قطعا در باب اعتقاد حساسیتی که وجود داره حتما باید روایات صحیح باشه. ما نمیتونیم که یک مسئله اعتقادی رو بر یک روایت ضعیف و مرجوح مبتنی بکنیم، زیرا که بحث روی اصل اعتقاد هست و عقیده اساس دین هست. اگر عقیده رو آدم با روایات مجهول و با روایات ضعیف و با روایات غیر صحیح خلاصه ثابت بکنن، در واقع ارزش این دین خودش در واقع استحکامش برای همگان مشخص میشه که هیچ گونه ارزشی رو در واقع نخواهند داشت. اما من عرض کردم که در این جلسه انشاءالله حدود 46 روایت را 46 باب را و با توجه به این که من ارفاق کردم بعضی از روایات ابوابی هست که مثلا آقای مجلسی میگه که موثق کالصحیح، در اون باب مثلا فقط یک روایت وجود داره موثق کالصحیح، من این باب را جز ابوابی شمردم که روایات صحیح دارند
و روایاتی رو که ابوابی رو که به صورت کلی روایت صحیح ندارن تقریبا حدود 46 باب هست. حدود 46 باب از این 130 باب، این تقریبا حدود 1/3 این ابواب روایت صحیح مطلقا ندارد. از مجموع 130 باب کتاب حجت اصول کافی 46 بابش به صورت کلی روایات صحیح رو ذکر نکردن و ابوابی رو که حسن کصحیح دارن، موثق کصحیح دارن، مجهول کصحیح داشتن، باز هم این ابواب رو من در اینجا حساب نکردم. فقط روایاتی که هیچ گونه روایت صحیح مطلقی در اونها وجود نداره، نه صحیحی و نه مجهول کصحیح و نه مرسل کصحیح، که هیچ گونه از این روایات وجود نداره، حدود 46 باب هستن. پس بنابراین بنابر اعتراف خود آقای مجلسی که یکی از بزرگترین علمای متأخر مذهب شیعه هست، کتاب حجت اصول کافی 1/3 ابوابش هیچ گونه روایت صحیح رو در واقع در بر نداره و قابل اعتبار نیست. و عنوانی رو که آقای کافی انتخاب کرده، کلینی انتخاب کرده در کتاب کافی خودش، این عنوان هم عنوانی هست که مردود هست. عناوین ابوابی که در آن ابواب هیچ گونه روایت صحیحی وجود ندارد، یعنی این که اصل عنوان و اصل ترجمه باب و عنوان باب در واقع ثابت نیست، یک حرف بیهوده‌ای هست که هیچ گونه دلیل و مدرکی را ندارد. من در فهرست این کتاب، دوستان اگه نمایش بدن که فهرست این کتاب هست، ابوابی رو که هیچ گونه روایت صحیحی در اونجا وجود نداره با دایره مشخص کردن، با این دایره قرمز رنگ ابوابی هستند که در این ابواب حتی یک روایت صحیح و سند وجود ندارد. روایت صحیح بنابر تعبیر شیعه و تعریفی که شیعه دارن، بنابر تشخیص آقای مجلسی، حتی اگر یک روایت مجهول کسی هم وجود داشته، من اون باب رو در اینجا حساب نکردم، بلکه جز ابوابی حساب کردم که روایت صحیح دارن. ابوابی رو که فقط یک روایت صحیح دارد، بازم اونا رو حساب نکردم. ابوابی که به هیچ عنوان روایت صحیحی در آنها وجود ندارد، حدود 46 باب هستند و با این علامت مشخص شده. با همدیگر این ابواب را مطالعه میکنیم، یعنی عنوان این باب را با همدیگر میخونیم که بدونیم این مطلبی که در اینجا اومده و عنوان باب یک حرف گزاف هست و هیچ گونه دلیل صحیح را حداقل در کتاب اصول کافی نداره. ما میدونیم که آقای کلینی 20 سال تمام زحمت کشیده تا اینکه این کتاب را نوشته و این ابواب را و این تیترها و عنوانها را در واقع برگزیده به عنوان تیترهای اعتقاد شیعه. وقتی که خود این تیتر و عنوان دلیل ندارد، یعنی حرف بیهوده و گزافی هست و این ابواب رو با هم دیگر انشالله مرور میکنیم. صرفا وقت نداریم که تمام این ابواب را تک تک روایتشون رو بررسی بکنیم و خدمت بینندگان نمایش بدیم، گرچه کتاب میرات العقول رو من آوردم که از خود کتاب انشالله تعدادی از این ابواب رو خدمت بینندگان عزیز نمایش خواهیم داد. روایت، یعنی باب طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه، طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه 4 تا روایت دارد که هیچ کدام از این روایاتش صحیح نیست. یعنی تمام روایاتی که در این کتاب اومده که تفاوت بین نبی و بین رسول و بین امام را در واقع توضیح داده، این روایات ضعیف و غیر مستندی هستند و حجت در واقع نمیتونند باشند. پس بنابراین این مطلب به صورت کلی مطلب و یک ادعای بیهوده هست. باب دیگر این که انه لو لم یبق فی الارض الا رجلان لکان احدهما الحجه، اگر در دنیا 2 نفر هم باقی بمانند، یکیشون حتما حجت هست، یعنی اینکه دنیا بدون حجت باقی نمیماند. 5 روایت وجود داره که هیچ کدام از این 5 روایت صحیح نیستند، یعنی این حرف ادعای باطلی هست که حتما باید حجتی وجود داشته باشه و اگر 2 نفر هم که باشند حتما یک نفرشون حجت هست. باب دیگر فی ان الائمه شهداء الله عز وجل علی خلقه، هیچ گونه دلیل صحیح ما نداریم که ائمه شهید بر خلق باشند، گواه بر مخلوقات الله متعال باشند. 5 روایت وجود داره در این باب که هیچ کدامشون صحیح نیست. باب دیگر ان الائمه خلفاء الله عز وجل فی ارضه و ابوابه التي منها یعطى، ائمه خلفای الله هستند،
ائمه شیعه جانشینان الله متعال هستند و دروازه هایی هستند که انسان از طریق این دروازه ها به الله متعال میرسد. 3 روایت وجود دارد که هیچ کدوم این روایات صحیح نیستند، یعنی به هیچ عنوان ما نمیتونیم از کتاب اصول کافی با سند صحیح ثابت بکنیم که ائمه شیعه خلفا و نمایندگان الله در روی زمین باشند. ان الائمه هم ارکان الارض، این باب ادعا کرده که ائمه ارکان زمین هستند، پایه های زمین هستند. اگر ائمه نباشند زمین به هم میخورد و در واقع از بین میرود. 3 تا روایت آورده که هیچ کدام از این 3 روایت صحیح نیستند، یعنی ائمه هیچ گونه نقشی رو در دنیا به عنوان این که نگهدارنده دنیا باشند، پایه و اساس باشند، میخ زمین باشند، ارکان زمین باشند، چون این مطلبی ثابت نیست و حدیث صحیح در این مورد نیامده. ان الائمه ولاة الامر و هم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل، این که ائمه ولات امر باشند یعنی والیان باشند، کسانی که از جانب الله متعال ولایت و سرپرستی امت اسلامی به اونها تعلق گرفته. 5 روایت آورده که هیچ کدام از این 5 روایت صحیح نیستند. باب بعدی ان الائمه علیهم السلام العلامات التي ذكرها الله عز وجل في کتابه، ائمه علاماتی هستند که الله متعال در کتاب خودش اونها را ذکر کرده. هر جا در قرآن علامات اومده منظور ائمه هستند که ما این ابواب رو به صورت مفصل بررسی کردیم که هیچ کدوم از این ابوابش در واقع روایاتش صحیح نیستند. باب بعدی باب ان الآیات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الائمه، که آیاتی رو که در قرآن اومده، هر جا که آیه اومده، آیات اومده، منظورشون ائمه هستن. 3 روایت هست که هیچ کدام از این 3 روایت صحیح نیستن. باب بعدی، این بابی رو که در اینجا هست من قبلا علامت زده بودم، دوباره من چک کردم، این یک مرتبه دیگه دیدم که یک روایت صحیح در اینجا بنابر نظر آقای مدرسی وجود داره، اینو دوباره خط زدم. ان الراسخین فی العلم هم الائمه، ادعا کرده که راسخین فی العلم، علمایی که تمکن در علم دارن، منظور ائمه هست. 3 روایت در اینجا آورده که این روایت هیچ کدامشون صحیح نیستند، یعنی این ادعا که ائمه شیعه علمای راسخین فی العلم هستند و دیگران رسوخی در علم ندارند، علمشون کامل و پخته نیست، این ادعای باطلی هست و در کتاب اصول کافی روایت صحیح در این زمینه وجود ندارند. ان النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الائمه، نعمت که هر جا که در قرآن اومده منظور نعمت ائمه هست که الله متعال به انسانها ائمه رو به عنوان یک نعمت داده. 4 روایت وجود داره که هیچ کدام از این 4 روایت صحیح نیست. باب بعدی ان الطریقة التي حث على الاستقامة عليها ولایت علی، راهی که الله متعال به ما دستور داده که بر آن استقامت بکنیم همون ولایت علی هست. هیچ گونه دلیلی در این زمینه وجود نداره. دلیل صحیح 2 روایت هست که هر 2 تا روایت در واقع غیر صحیح هست. ان الائمه معدن العلم و شجره النبوة و مختلف الملائکه، این ادعا که ائمه معدن علم هستند و شجره نبوت هستند و مختلف الملائکه هستند که فرشتگان از اونها رفت و آمد میکنند، این یک ادعای پوچ و باطل هست که در کتاب اصول کافی با این که این عنوان رو در اینجا زده، اما هیچ گونه دلیل صحیحی در کتاب اصول کافی مبنی بر این مطلب، اثبات این مطلب وجود نداره. باب بعدی که ان الائمه علیهم السلام عندهم جمیع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل و انهم يعرفونها على اختلاف السنتها، این ادعا که تمام کتاب‌های آسمانی نزد ائمه محفوظ هست و با توجه به این که به زبان‌های مختلف نازل شدن، اما ائمه تمام این زبان‌ها را میتونند بخونند و میفهمند، این یک ادعای باطل و بیجا هست که 2 تا روایت در اینجا آقای کلینی آورده و هیچ کدام از این 2 روایت صحیح نیستند. باب دیگر باب ما اعطی الائمه علیهم السلام من اسم الله الاعظم، که این روش خیلی مانور میدن که ائمه ما اسم اعظم الله متعال رو میدونستند، یعنی این سر و راز رو میدونستند، پس بنابراین میتونند که کارهای خارق العاده رو انجام بدن. 3 روایت در این زمینه اومده که هیچ کدام از این 3 روایت صحیح نیست. ما عند الائمه من آیات الانبیاء، که معجزات انبیا همشون پیش پیامبران هست، تو نمیدونم از عصای موسی گرفته و انگشتر سلیمان گرفته و تمام معجزات دیگری هست، همه اینها پیش ائمه محفوظ هست. 5 روایت در این زمینه آورده که هیچ کدام از این 5 روایت صحیح نیستند، پس بنابراین این ادعا یک ادعای پوچ و باطل و حرف عامیانه هست.
روایت دیگر فی ان الائمه یزدادون فی لیله الجمعه، که ائمه شب جمعه علمشون زیاد میشه. این یک مطلبی هست که به صورت کلی رو بررسی کردیم که شب جمعه هیچ اتفاقی برای ائمه در واقع نمیفته و علمشون اضافه نمیشه. 3 روایت آورده که هیچ کدام از این روایات صحیح نیستن. باب دیگر ان الائمه علیهم السلام اذا شاءوا ان یعلموا علموا، ائمه هر وقتی که دلشون بخواد یک چیزی رو بدونند میدونند، فقط کافیه کامپیوتر رو روشن بکنن دیگه خود به خود میفهمن. 3 تا روایت آورده. این هم ادعای پوچی هست که علم این گونه نیست. علم باید شاگردی بکنن، تلمذ بکنن، همون گونه که در خود کتاب اصول کافی ما روایتی رو نمایش دادیم که امام باقر و دیگران در مکتب رفته بودن و تحصیل علم کردن. این گونه نیست که خودشون اگر بخواند عالم بشن عالم میشن. ان الائمه علیهم السلام یعلمون متى یموتون و انهم لا یموتون الا باختیار منهم، که ائمه میدونند که چه زمانی میمیرند و هیچ امامی بدون اختیار خودش نمیمیرد. 8 تا روایت آورده که تمام 8 روایت هیچ کدام از اینها صحیح نیستند. ائمه هر بعضی زمانی مردند که بچه‌هایشون یعنی نائبشون به حد بلوغ نرسیدن. حداقل اگر ائمه میدونستند کی میمیرند و اگر با اختیار خودشون میمردند، یکم صبر میکردند تا اینکه امام بعدی بالغ بشه و مکلف بشه، بعداً امامت رو بهشون در واقع میسپردن، بعدش میمردن. اما فرزند امام جعفر صادق که در زمان حیات ایشون از دنیا میره. نه، روایت متعددی در این زمینه وجود داره که نه مرگ خودشون رو میدونستند و نه مرگ دیگران رو میدونستند، وگرنه به قول شما هیچ وقت ایشون نمی اومد و اسماعیل رو به عنوان نایب خودش و امام بعد از خودش معرفی نمیکرد. باب بعدی که ان الله عز وجل لم يعلم نبيه علما الا امره ان يعلمه امیر المؤمنین علیه السلام و انه كان شریکه فی العلم، که هر علمی را که الله متعال به پیامبر داده بود، به پیامبر دستور داده که اون علم بده به علی و علی شریک در علم هست، شریک رسول الله صلی الله علیه وسلم در علم هست. 3 روایت آورده که هیچ کدام از این 3 روایت صحیح نیستند. یعنی تمام علمی رو که رسول الله داشتند علی ندارند و علی شریک پیامبر نه در علم بوده و نه در فضیلت بوده و نه در نبوت بوده. روایت بعدی ان الائمه علیهم السلام لو ستر علیهم لاخبروا كل امرئ بما له و علیه، ائمه از غیب میدونند. هر چیزی رو که از دید ائمه پنهان باشه پنهان نیست. اگر شما پنهان بکنید باز ائمه در واقع خبر دارند، به شما اطلاع میدن که شما در خونه های خودتون چه کاری رو انجام دادید، چه چیزی رو دارید، چه چیزی رو ندارید. 2 تا روایت آورده که هیچ کدام از این 2 روایت صحیح نیستند. باب دیگر وقت ما یعلم الامام جمیع علم الامام الذي كان قبله علیهم السلام علیهم جمیعا السلام، که امام باب در مورد این که چه زمانی امام بعدی تمام علم امام قبلی رو دریافت می کند. وقت ما یعلم الامام جمیع علم الامام الذي كان قبله، در چه لحظه امام بعدی تمام علم امام قبلی رو در واقع دریافت میکنه. 3 روایت وجود داره که هیچ کدام از این 3 روایت صحیح نیستن. قبلا این ادعا کرده بود که امام هر وقتی که دلش بخواد علمش اضافه میشه، هر وقتی که بخواد میتونه علمش اضافه بکنه، شب جمعه بشه علمش اضافه میشه و موارد از این قبیل. در اینجا این وقت تعیین کرده که در چه زمانی علم امام قبلی به امام بعدی منتقل میشه که هیچ گونه روایت صحیحی در این زمینه وجود نداره. باب دیگر فی ان الائمه صلوات الله علیهم فی العلم و الشجاعه و الطاعه سوا، تمام ائمه با هم دیگر برابرند در علمشون، در شجاعتشون و در طاعت، یعنی وجوب طاعت همه در یک حد هستند و این نه از نظر عقلی معقول هست و نه از نظر واقعیت موجود و زندگانی ائمه هم این قابل تصدیق نیست که تمام ائمه هم در علمشون هم در شجاعتشون و هم در طاعت با هم دیگر برابر باشند. باب بعدی باب ان الامامه عهد من الله عز وجل معهود من واحد الى واحد. این باب میگه که امامت یک منصب الهی هست که از یک امام مشخص شده به امام مشخص شده دیگر میرسد. در این باب 4 تا روایت اومده که هیچ کدام از این روایات صحیح نیستند. یعنی این مطلب که امامت رو یک منصب الهی بدونه و از جانب الله متعال باید منصوص باشه، معهود هست، یعنی این سپرده شده به یک انسان مشخصی و بعد از آن مشخص که به چه کسی میرسد، این مطلب در کتاب اصول کافی دلیل صحیحی ندارد. و روایت بعدی
باب الاشاره و النص علی امیر المؤمنین که این ابواب رو ما به صورت کلی و مفصل تک تک این روایت رو خدمت بینندگان عزیز ما نمایش دادیم. در این باب 9 تا روایت وجود دارد، هیچ کدام از این روایات صحیح نیستند. در باب اثبات امامت امیر المؤمنین حضرت علی که ابوالائمه هست 9 تا روایت آورده و هیچ روایتی برای اثبات امامت علی صحیح نیست. دیگه حرفی وقتی که این ادعا رو و این خودش این حرف رو قبول کرده که حتی یک روایت صحیح در باب اشاره و نص بر امیرالمؤمنین نیست، خب ما دیگه برای کی بحث میکنیم؟ آقایون این همه امت اسلامی رو تکفیر کردن به خاطر اینکه امامت علی رو قبول نکردن یا امامت هر کسی از ائمه رو، وقتی که امامت خود علی در بهترین کتاب‌های شما در کتاب اصول کافی دلیلی وجود نداره برای اثبات امامتش، پس بنابراین وضعیت شیعه در واقع مشخص است. اجازه بدید که این قسمت رو از خود کتاب مرآت العقول خدمت بینندگان به صورت مفصل نشون بدیم تا اینکه بینندگان عزیز متوجه بشن که روایاتی که در این زمینه اومده در چه حد هست. کتاب مرآت العقول هست، برای اینو قبلا نمایش دادیم خدمت بینندگان عزیز و جلد سوم این کتاب هست و این باب اشاره و نص بر امیرالمؤمنین هست. باب اشاره و نص بر امیرالمؤمنین، یعنی در این باب هر گونه اشاره‌ای که شده یا نصی که شده بر امامت امیرالمؤمنین آقای کلینی رو در این کتاب جمع کرده و در پایینش که مرآت العقول هست آقای مجلسی نظر خودش رو در مورد این روایات آورده. میگه حدیث هشتم مجهول، حدیث هشتم که در اینجا حدیث اول هست، چون که این دو تا باب رو با هم دیگر یک جا ذکر کردن، به خاطر این تعدادی از علما این هر دو تا باب رو در شمارش هم یکی حساب کردن، اما عملا این دو تا باب از هم دیگر جدا هستند. این شماره 8 یعنی به اضافه باب قبلی می شود شماره 8 که اینجا شماره 7 هست در این صفحه قبل روایت شماره 7 و در اینجا هم روایت شماره 8 اومده. اما از خود این باب اشاره و نص بر امیرالمؤمنین روایت اول این باب هست. در اینجا میگه که الحدیث الثامن مجهول، اولین روایت که باید اصولا صحیح ترین روایت در این باب باشه میگه که مجهول هست، نگفته که مجهول کصحیح. اون روایتی رو که گفته مجهول کصحیح من به عنوان روایت صحیح باز هم قبول کردم. روایت اول این باب مجهول هست و روایت دوم این باب باز هم مجهول هست در صفحه 269 الحدیث التاسع مجهول، این روایت هم در واقع مجهول هست و روایت دهم در اینجا هست در صفحه 270 الحدیث العاشر ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور این ضعیف هست. خودش نگفته که صحیح اندی، صحیح اندی رو من جز روایات صحیح حساب کردم. و روایت بعدی رو در صفحه 285 هست الحدیث الحادی عشر مجهول، روایت 11 مجهول هست، باز هم مثل روایات قبلی این باب. روایت 12 حسن موثق هست، حسن و موثق. این دوتا تعبیر با هم دیگر متفاوتن. حسن به اون روایتی گفته میشه که راوی شیعه باشه، شیعه ممدوح باشه و شیعه عادل نیست، و موثق به اون روایتی گفته میشود که اصلا راوی شیعه نباشه، راویش یک مذهب دیگر غیر از مذهب شیعه رو داشته باشه. اما این دوتا رو آورده یک جا جمع کرده، هم حسن هست و هم موثق هست. معنی شو دیگه خود آقایون باید توضیح بدن. روایت 13 موثق هست، یعنی راویش راوی شیعه نیست، نمیتونه روایت حسن باشه یا صحیح باشه. روایت 14 مجهول هست، باز هم روایت 15 ضعیف هست و روایت 16 باز هم ضعیف هست. یعنی هیچ گونه روایت صحیح دوستان عزیز دیدم که در این کتاب در واقع وجود نداره. به اضافه این روایت ابواب دیگری هست. جالب هست که در اینجا 5 باب هست در اینجا که در مورد ابواب اشاره و نص بر امامان که هیچ گونه دلیل صحیحی وجود نداره. هیچ گونه دلیل صحیحی در این کتاب برای اثبات امامت امام علی امیرالمؤمنین وجود نداره. بعد از آن خدمت بینندگان عزیز من این ابواب کاملا نشون میدم. امام دوم شیعه که حسن ابن علی هست در این باب روایت اولش گفته حسن علی الظاهر، حسن علی الظاهر، در آخر میگه بل صحیح،
روایت حسن هست بلکه صحیح هست. من اینو جز روایت صحیح حساب کردم. این باب این اشاره و نص بر امام حسن رو در اینجا من خدمت بینندگان نمایش بدم که الاشاره و النص علی الحسن ابن علی اینو جز روایتی من حساب کردم که روایت صحیح در این باب وجود داره، جز روایت دیگر نیست. روایت دومش ضعیف هست. روایت اولش با اینکه حسن هست اما صحیح هست من اینو قبول کردم. روایت دومش گفته که ضعیف هست و روایت سومش مجهول هست، روایت چهارمش حسن هست و روایت پنجمش ضعیف هست و روایت ششمش مرسل هست. یعنی روایتی که صحیح باشه و اون رو به عنوان یک حدیث صحیح قبول کرده باشه در این باب وجود نداره. در باب اشاره و نص بر حسین ابن علی علیه السلام، یعنی دلایل امامت حسین ابن علی، هیچ گونه روایت صحیح در اینجا وجود نداره. روایت هفتم باب قبلی مرفوع هست. روایت اول باب النص و الاشاره علی الحسین ابن علی صلوات الله علیهما این روایت ضعیف هست و در باب صفحه بعدی روایت دومش هم ضعیف هست و روایت بعدی این باب حدیث سومش بازم ضعیفه. یعنی هیچ گونه حدیث صحیح برای اثبات امامت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه وجود نداره. بعد از حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه باب الاشاره و النص علی علی ابن الحسین هست، فرزندشون امام سجاد. روایت اول ضعیف، روایت دوم ضعیف، روایت سوم حسن، روایت چهارم مجهول و این باب اشاره و نص بر امام سجاد بود. باب بعدیش که امام ابو جعفر هست بازم روایت صحیح نداره. روایت اولش مجهول هست، روایت دومش مجهول هست، نگفته که مجهولون که صحیح. روایت سومش ضعیفون علی المشهور، بنابر قول مشهور این در واقع ضعیف هست و روایت چهارمش هم ضعیفون به سند الاول موثقون بالاخیر، با سند اولش ضعیف هست، سند دومش موثق هست. یعنی بازم نگفته که صحیح هست. اگر اینو میگفت جز روایت صحیح هست بازم اینو من قبول میکردم. باب الاشاره و النص علی ابی عبدالله، دلایل امامت امام جعفر صادق، آقایون خودشون رو جعفری میدونن. حدیث اولش ضعیف هست و حدیث دومش گفته که صحیح هست و حدیث سومش حسن علی الظاهر و حدیث چهارمش مجهول هست و حدیث پنجمش مجهول، حدیث ششمش ضعیف علی المشهور، روایت هفتمش صحیح و روایت هشتمش گفته مجهول هست. و این باب را جز ابوابی هست که در واقع من آوردم جز روایاتی هست که حدیث صحیح دارد، علامت نزدم این باب رو. اما ابواب امامت اشاره و نص بر امیرالمؤمنین و امام حسین و علی ابن حسین و امام باقر هیچ گونه حدیث صحیح در اینا وجود نداره. به اضافه الاشاره و النص علی اربع الحسن الثالث، این هم جز روایاتی، جز ابوابی هست که هیچ گونه روایت صحیح در این وجود نداره. ابوالحسن ثالث، بله ابوالحسن ثالث در واقع امام دهم شیعه. و باب بعدی که در اینجا اومده باب نادر فی حال الغیبه، در مورد غیبت امام زمان اومده. 3 روایت وجود داره که هیچ کدام از این 3 روایتش صحیح نیست. و باب بعدی من ادعى الامامه وليس لها باهل ومن جحد الائمه او بعضهم ومن اثبت الامامه لمن ليس لها باهل، در این مورد اومده که اینها در واقع همه تکفیر میکنن. کسی که خودش امام هست، امام نیست، کسی که ادعای امامت رو داشته باشه و اهلش نباشه، هر کسی که از ائمه را، تمام ائمه را یا یکی از ائمه را انکار بکند یا هر کسی که امامت دیگران را قبول بکند، مانند ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه خلفایی که وجود داشتند. و در این زمینه 12 تا روایت اومده که هیچ کدام از اینها روایت صحیحی نیست، حتی یک روایت صحیح در اینجا وجود نداره. باب بعدی ان الامام لا یغسله الا امام من الائمه، هر امامی رو باید امام بعدی غسل بدهد. یکی از علامت های امام این است که اگر امام مرد امام بعدی اون غسل بدهد و اگر امام بعدی غسلش نداد معنی میشود که هم امامت امام قبل زیر سوال میره و هم امامت امام بعدی. 3 روایت هست که هیچ کدام از این 3 روایت صحیح نیستند. و روایت بعدی خلق و ابدان الائمه و رواحهم و قلوبهم 4 تا روایت داره، هیچ کدام از این 4 روایت صحیح نیستند. باب بعدی التسلیم و فضل المسلمین 8 تا روایت داره که هیچ کدام از این 8 تا روایت بازم صحیح نیست. و روایت باب بعدی
ان الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم ان يأتوا الامام فيسألونه عن معالم دينهم و یعلمونهم ولایتهم و مودتهم له، برن اظهار در واقع حضور بکنن نزد ائمه و تجدید میثاق بکنن. 3 تا روایت وجود داره که هیچ کدوم از این 3 روایت در واقع صحیح نیستن. شما خسته شدید میگم که خب چند روایت باب دیگه کامل شد دیگه. 50 باب رو گفتیم، قول داده بودیم بررسی سندی بکنیم که بررسی سندی کردیم. اگر این کار رو همون روز اول میکردیم دیگه 2.5 سال نمیرفتیم. خب بعضی از ابواب لازم بود که یعنی مشخصا تمام جزئیاتش رو، ابوابش رو، خصوصا مانند ابواب اشاره رو که اشاره و نص رو که کاملا رفتیم، ابواب مولد رو که رفتیم، ابواب دیگری رو که دلیل بر امامت بود رفتیم. اینها اساسیات این کتاب الحجه بود. اما بقیه مواردی که جز صفات ائمه هستند، وقتی که اصل امامت ثابت نیست، امامت یک شخصی ثابت نیست، این که صفات ائمه رو براش ثابت بکنن، این دیگه هیچ گونه ارزشی رو نداره. گرچه اونم از نظر دلیل و محتوا در واقع در حدی نیست که چنین لوازم و ویژگی رو برای امامان در واقع ثابت بکنن. جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز گرامی، جناب استاد در مدت این بیش از 2 سالی که گذشت روش برخورد با روایت های کتاب حجت در کافی و کلاً با روایت های شیعه رو به شکل خیلی مفصل آموزش دادن خدمت شما عزیزان. بعد از این، یعنی بعد از برنامه حجت بی حجت، حجت بر تمام شما شیعیانی که این برنامه رو دیدید، قائم است که برید در مورد دینتون، مذهبتون تحقیق بکنید، بررسی بکنید. وقتی یک آخوندی میاد یک روایتی رو بهتون میگه، در مورد رواتش بپرسید، در مورد صحت و سقم این روایت بپرسید، در مورد این روایت و تضادی که بین این روایت و قرآن کریم و عقل سالم بشری وجود داره سعی و تلاش و تفکر و تأمل بکنید تا بتونید راه درست و راه حق و حقیقت رو بیابید. تشکر میکنم از جناب حضرت مولانا. میان برنامه میبینیم، دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آیت الله بنز. یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز که این مرسدس بنز به نام ایشان هست، یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز که این مرسدس بنز به نام ایشان هست، ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام 500 رساله به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شده. من از این کتاب ها 400 رساله را به دست آوردم و خوندم، اما 100 رساله دیگر به دست من نرسید. اگر اون 100 رساله دیگر را به دست می آوردم، دیگر نیازی نمی دیدم که برم کتابخانه و کتاب دیگری را بخوانم. ولی چون اون 100 عنوان دیگر به دستم نرسیده، برای جبران آن خودم را شب و روز به زحمت می اندازم، در کتابخانه ها می چرخم، بلکه بتوانم جای خالی اون 100 رساله را پر کنم. بینندگان گرامی، مثل اینکه آقایان عادت دارند به نوعی شخصیت‌های مشهور دنیا رو به مذهب خرافاتی رافضه نسبت دهند. دیروز میگفتن انیشتین شیعه شده و امروز رفتن سراغ کارل بنز و لابد فردا حکم شیعه شدن اسحاق نیوتن و بیل گیتس و استیو جابز رو صادر میکنن و میگویند آنها شیعه ولایی بودند و از دارایی‌های خود در ماه محرم بین فقرا شل زرد و نذر ائمه تقسیم میکردند و اکتشافات و اختراعات خود را از لابلای هزاران روایت جعلی اصول کافی و دایره المعارف خرافات شیعه بهارالانوار درآوردند. حاج آقا، اگر کارل بنز با الهام از 400 رساله امام صادق که هنوز اثری از آن نیست به این موفقیت رسیده است، پس چرا یک نسخه از آن را به شرکت ایران خودرو نمی‌دهید تا شاهفرگون‌هایی مانند پیکان و پراید و لگن‌هایی مانند سمن تحویل جامعه ندهد
و هر ساله با تغییر صندوق عقب و چراغ جلو ادعای نوآوری و فناوری ننماید و مجبور نگردد با ازدواج نامیمون پژو و پیکان بمب متحرک آردی رو بلای جان مردم سازد و با دستیابی به این صنعت منت کارل بنز و امثال او را نکشد. و یا اینکه این علم امام برای دشمنان اسلام است و مسلمانان حق استفاده از آن را ندارند و یا شاید هم شما نیازی به سواری بنز ندارید، چرا که سالهاست با این خزعبلات پیروانتان را سواری خود ساخته اید و سوار بر آنان تختگاز در میدان شهوترانی و زرندوزی بر یکدیگر سبقت میگیرید. حاج آقا، اگر کارل بنز با شما و امثالتان آشنا میشد دیگر نیاز به هیچ رساله‌ای نداشت، زیرا به جای آنکه پاره آهنی را زیر پای مردم اندازد جگر گوشه های مردم را زیر پای خود میانداخت. آیت الله بنز. یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز که این مرسدس بنز به نام ایشان هست، با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. جناب مولانا، مثل اینکه چند باب دیگه هم مونده که اضافه بشه اینجا. 50 باب رو باید کامل بکنیم دیگه، بر قول خودمون عمل بکنیم. بله، روایت ابواب دیگری هستند که هیچ گونه دلیل صحیحی در کتاب اصول کافی، مهمترین کتاب شیعه، در واقع نداره. جز عقاید شیعه هست، جز خرافاتی است که امروزه شیعه به آن اعتقاد دارند و جز در واقع مبانی اعتقادیشون هست، مفاد اعتقادیشون هست، اما هیچ گونه دلیل صحیحی برای اثباتش ندارند. یک از این مطالب این است که ان الجن یأتیهم فیسألونهم عن معالم دینهم. جنهایی داریم که شیعه هستند، جنهای شیعه میاند پیش امامان شیعه و از اونا درس میگیرند و معالم دین و احکام دین رو یاد میگیرند. 7 تا روایت در این زمینه آورده که هیچ کدومشون صحیح نیست. معلوم میشه که یک کسی اونها رو جعل کرده و اضافه کرده یا به خورد آقای کلینی داده که مجلسی خورده گرفته که این روایت هیچ کدومشون صحیح نیست. في أن الأئمة أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود و آل داود ولا يسألون البينة. 5 روایت اومده که هیچ گونه روایت صحیح در این مجموعه نیست. ان مستقل العلم من بیت آل محمد، که آل محمد سرچشمه علوم هستند. هیچ گونه دلیل صحیحی در این باب وجود نداره. فيما جاء ان حدیثهم صعب مستصعب، حرف ائمه خیلی سخته و درکش مشکله، هر کسی نمیتونه اونو درک بکنه و دشوار هست. 5 روایت را آورده که هیچ کدام از این 5 روایات صحیح نیستن. ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. اومده امامتی رو تعریف کرده و حقوقی رو برای امام و حقوقی رو برای رعیت ثابت کرده که 9 روایت را آورده که هیچ کدام از این 9 روایت در واقع صحت ندارن و به درجه صحیح نمیرسن.
سیرت الامام فی نفسه و فی المطعم، ویژگی هایی که یک امام داره در لباسش و در پوشاکش و خوراکش و در وجودش. 4 تا روایت آورده که هیچ کدام از این 4 روایت صحیح نیستند. باب بعدی باب فیه نطف و جوامع من الروایت فی الولایت، که 9 تا روایت در این زمینه اومده. از این 9 روایت هیچ کدومشون صحیح نیست. باب بعدی فی معرفتهم اولیاءهم و تفیض الیهم، که این که اولیاء خودشان را، شیعیان را میشناسند و تفیضی که به اونها داده شده. 3 تا روایت هست اما هیچ کدام از این 3 روایت صحیح نیست. در مورد ابواب تاریخ ائمه، باب دوم این ابواب هست نهی عن اشراف علی قبر النبی، 1 روایت هست که صحیح نیست. و درباره مولد ابی عبدالله جعفر ابن محمد 8 تا روایت اومده که هیچ کدام از این 8 تا روایت صحیح نیستین. در مورد تاریخ زندگانی امام ابی عبدالله جعفر ابن محمد 8 تا روایت آورده که حتی 1 روایت از این 8 روایت صحیح نیست. در مورد مولد ابوالحسن علی ابن محمد 9 تا روایت آورده که هیچ کدام از این 9 روایت در واقع ثابت نیست. جالب این است که برای امام دهم نه برای اثبات امامتش دلیلی بود و نه در باب مولدش. هم در باب مولد ابوالحسن هیچ گونه روایت صحیح نیست و هم در باب نصب و اشاره بر ابوالحسن ثالث هم هیچ گونه حدیث صحیحی وجود در واقع نداشت. قبلا اینو اشاره کردیم، دوستان اینجا ببینن. الاشاره و النص علی ابوالحسن الثالث، در باب اشاره و نص بر ایشان 3 تا روایت آورده بود که هیچ کدام از این 3 روایت در واقع صحیح نیست. یعنی پدر امام عسکری برای امامتش هیچ گونه دلیلی برای اثباتش نبوده. الان خود عسکری رو از کجا امامتش رو ثابت بکنیم؟ والله اعلم. و نه تنها در باب اشاره و نص بر پدر عسکری دلیلی نبوده، حتی در باب مولد ابوالحسن علی ابن محمد هم هیچ گونه دلیل صحیحی وجود نداره. تمامی روایاتی که در اینجا هستند در واقع هیچ کدام از آنها به درجه صحت نمی رسد. و باب آخری هم که اومده ان الائمه علیهم السلام کلهم قائمون به امر الله هادون الیه، که تمام امامان شیعه قائم به امر الله هستند، مجری احکام الهی هستند و مردم را به سوی الله هدایت میدن. 3 روایت رو در اینجا آورده که هیچ گونه حدیث صحیحی در این باب هم وجود نداره. این مجموعاً 46 باب هست که خدمت شما اینا رو بررسی سندی کردیم و بنابر قول آقای مجلسی حتی 1 روایت صحیح در این ابواب وجود ندارد. عجب. بله بینندگان عزیز گرامی، دیدید بررسی این ابوابی رو که جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خدمت شما عزیزان بیان کردن. البته ناگفته نمونه که ما این 230 روایتی رو که زورکی به اصطلاح با ارفاق جناب حضرت مولانا به عنوان روایت های صحیح از بین این ابواب کتاب حجت در آوردیم و روایت های دقیقاً صحیح 186 روایت هست، تقریبا درسته جناب است. ان شاء الله تک تک این روایت ها رو در هفته‌های آینده به اذن الله تعالی بررسی خواهیم کرد و باز هم همون تحدی که بارها شبکه جهانی به صالح کرده که اینها برای اثبات امامتشون، ولایتشون، خزعبلاتی که بهش اعتقاد دارن 1 روایت صحیح نمیتونن از کتابای خودشون طبق اون تعریفی که از حدیث صحیح دارن بیارن. سخن پایانی در خدمتتون هستیم. بله، این نتیجه هست که بنده عرض کردم که حساب 2 تا 4 تا هست. حرف بنده نیست، حرف محققین شیعه هست و تعداد این روایت رو بنده نمایش دادم، تعداد ابوابی رو که هیچ گونه روایت صحیحی وجود نداره و از همه بدتر و سخت‌تر بر شیعه این است که در باب امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و تعدادی دیگر از ائمه‌شون حتی 1 روایت صحیح در ابواب اشاره و نصب بنابر تشخیص خود آقای مجلسی، نه تشخیص ما، متاسفانه وجود ندارند. فقط این مونده که انسانی که در واقع به عقل خودش و به درایت خودش ارزش قائل هست، به معتقد به عقلانیت و به منطق هست و دین خودش رو از روایات صحیح میگیرد، بر اساس آن چیزی که آقای مجلسی در واقع در اینجا تحقیق کرده و بیان کرده، بیاند راه رو از بیراه در واقع انتخاب بکنند و انشالله به اون هدایتی که مد نظر الله متعال و رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده انشالله همگی برسیم. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که واقعا
جالب بود، گرچه کمی خسته کن بود برای، چون عادتا ما روایت ها رو تک تک بررسی می کردیم، اما این حقیقت هست که آقای کلینی بدون هیچ ضوابطی همینطوری جمع کرده و آقای مجلسیشون هم اومده انتر منتر کرده و اینا رو تصحیح تضعیف کرده. یک دین مسخره، روایت های مسخره، کتاب های مسخره تر از این دینی که درست کردن و انشاءالله در هفته آینده ما بیشتر روی این روایت های صحیحی که دارن صحبت خواهیم کرد. تا فرصت دیگر الله یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ah